پروراندن غرور بچه و در هم شکستن اونا زمین ساز اعتماد به نفسشونه. پرورش روح همکاری و مهربانیه. اما روش دیرین ما بچه ها رو فرمان بردار می ساخت. هدف پرورش مثبت بچه بار آوردن فرزندان قوی و دارای روح همکاریه. برای ایجاد این انگیزه همکاری نباید غرور بچه ها رو شکست. بچه ها پاک هستن. وقتی دلشون شاد باشه و از صمیم قلب با اونها محبت کنیم و غرورشون رو بپرورونیم، بی تردید تمایل بیشتری به همکاری نشون میدن. هدف پرورش مثبت بچه بار آوردن فرزندان قوی و دارای روح همکاری درسته.